نمایشگاه دموتکس خیلی خوبه تو صنف صنعت نساجی، خصوصا فرش ماشینی نامدار هستن و برگزاری نمایشگاه خیلی برای این صنعت خیلی مفید و مؤثر هست. ببینید نمایشگاه دموتکس دبی اولی جهت برگزاری اولش بوده، اما انتظاراتی که میرفت که انجام نشده. تبلیغات قبلی ما تجار باید تبلیغ بشه از کشورهای مختلف. هدف شرکت ایرانی‌ها اینجا بودن که چون یک محدودیت‌های ما داریم جهت کشورمون با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که داریم، خیلی مسائل برای ما محدوده و اینجا رو انتخاب شده به خاطر کشوری آزاد باشه و نزدیک ما باشه، بتونیم اینجا به هر حال محصولمون و تولیداتمون و هنرمون رو نمایش بدیم. اما با توجه به زمان کوتاه و موقعیت جغرافیایی بعضی مسائل دیگه نتونستیم مثلا اونی که هست با نمایشگاه بازدهی خودشو نشون بده. از جمله اتفاقاتی که افتاد، از جمله بلاهای طبیعی و غیر طبیعی و بعضی مسائل همه دست به دست هم دادن و انتظاراتی که میرفته از این نمایشگاه مفید واقع بشه نشد، ولی امید داریم دیگه سالهای آتی تا همین مکان حتی بتونیم همین نمایشگاه دموتکس بیاریم تهران، کشور خودمون به نحوی اجرا کنیم و به دنیا بنشونیم که ما بتونیم همچنان بهترین تولید کننده فرش ماشینی در دنیا باشیم.